در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال. وا غریبی وا غریبی وا غریب وا غریب. چون که بزرگای ما در نبودن دولت ملی همش در غریبی مردن و کمال خوجندی در تبریز رفت مرد. اول اسیر شد، میدونید چقدر سالا اسیر مغولا بود. بعد میگه که در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال. این همه میدونیم در کتاب مکتب. وا غریبی وا غریبی وا غریب وا غریب. این معناش معلوم، لیکن همجا گپ است که جان به سختی میدهد مسکین کمال. حالا من یک جدا خوندم که همین از نظر روانشناسی آدم در وطن خود بسیار آسان میمرده است. این ببینید خیلی این نازکی داشته است. چرا میگه در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال؟ همین کسایی در افغانستان بودن میگن که همین مهاجران میمردن، یک هفته میمردن. یعنی کمپیر است او سفید است، جانکنیش یک هفته خاطر جمع نیست. میگفتن که چرا این نمیمره؟ میگه امیدش به وطنه. همین یک کس بینه دستش میقبه میگه التماس مرا بره. یعنی همین چه در غریبی در یاد وطن حتی مردن مشکل است، زیستن چی؟ مردن مشکل است. بنابراین وقتی اون بیت در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال، من توجه کردم که چرا میگه جان به سختی میدهد؟ چون که جان میدهد خیر میمرد تمام، لیکن به سختی یعنی مردن هم حتی مشکل است در بیوطنی، نه تنها زیستن. بنابراین این بسیار معنای جالب داشته سمجهش. ولی مسکین کمال هم چون که کمال در آخر عمرش مسکین نبود و یکی از عزیزای دربار شده بود، لیکن مسکین میگوید چون که همه عنوانهای ما، منصبای ما، زندگی ما، آبروی ما در وطن معنا دارد. در بیوطنی، در بیدولتی هیچ کس هستیم. انمی گنرال، رئیس، حاجی، دکتر، استاد در رمی وطنیم.